سلام. اگه شما هم یه روتر گوگل دارید یا حالا گوگل وای فای دارید که روش اوپن WRT نصب کردید و خب اگه توجه کرده باشید این روتر گوگل روش یه چراغ داره که وقتی روشن میشه، اگه توجه کرده باشید بنفش رنگ میشه، یا زمان که حتی دارید اوپن WRT روش نصب میکنید رنگای دیگه هم میشه. خب شاید با خودتون بگید که این احتمالا یه RGB داخلشه. خب درست فکر میکنید. و اینکه شاید دلتون بخواد که وقتی رو میزتونه یا یه گوشه از خونه گذاشتینش بتونه عین یه لپتاپی که RGB داره، همینجوری که تماشا میکنین مثل لپتاپ من، بتونه رنگ عوض کنه و خب قشنگتر بشه. خب تبریک میگم بهتون، من برنامه اینو نوشتم براتون. همینطور که تماشا میکنید میتونه واسه خودش رنگش عوض بشه و خب قشنگتر میشه. و بهتره بگم که این برنامه رو من جوری نوشتم که شبا میتونه خب نورش کمتر بشه به صورت خودکار. تایم از یه تایمی که براش تنظیم میکنید وقتی میگذره دیگه اون مقدار نور و رنگش رو میتونه کم کنه تا حالا مثلا اذیت نکنن. خودم نمیتونم تو نور زیاد بخوابم. و اینکه همین 3 حالت داره، اینکه میتونه چشمک زن کار کنه و اینکه خاموش بشه و به صورت رندوم رنگاش عوض بشه. البته رندوم نیست، خب حالا داخل برنامهش میبینی. و اینکه خیلی ساده هم میتونید روش نصبش کنید. همین میتونیم بریم تا بهتون توضیح بدم که چطوری میتونید این کارو بکنید. همونطور که میبینید خیلی واقعا قشنگتر از قبلشه و یه حس جالبی داره. بریم روی لپتاپ تا ادامه کار رو ببینیم باید چی کار کنیم. خیلی خوب دوستان، وقتی که روترتون رو یا گوگل وای فایتون رو، حالا من اینجا میگم روتر، منظورم همون گوگل وای فای، وقتی به برق وصلش کردید و کامپیوترتون رو بهش وصل کردید، حالا از طریق وای فای یا کابل لنی که بهش وصل کردید، یه صفحه لاگین داره که حالا آی پی باید روترتون رو بزنید که مال من حالا 192.168.1.1. وقتی این رو بزنید به صفحه اتنتیکیشنش وارد میشید. حالا چون مال من ریستش کردم واسه اینکه این کانفیگ رو انجام بدم واسهتون که مشکلی پیش نیاد. خیلی خوب، قبل از اینکه بریم نصبش کنیم بهتره که روترتون رو به اینترنت وصل کنید. یعنی باید به اینترنت وصلش کنید تا بتونید از ریپازیتوری که من براتون ایجاد کردم بتونید کدهایی که من نوشتم رو دریافت کنید و ازشون استفاده کنید. واسه این کار حالا یا شما میتونید با کابل لن از مودمتون، مودم ADSL تون یا هر مودم دیگه بهش اینترنت بدید اگه کابل لن میخوره ADSL تون، یا نه میتونید از طریق وای فای این گوگل روترتون بهش اینترنت بدید که حالا من چون باند 5 دارم، اگه توجه کنید این یکی باند 2 گیگاهرتز منه، این یکی میشه 5 گیگاهرتز که حالا چون مال من یک روتر دیگه ای دارم که اون داره اینترنت پخش میکنه، از اون وصلش میکنه. خیلی ساده اسکن رو میزنید و وای فایتون رو پیدا میکنید و اینجا رمز وای فایتون رو میزنید و سابمیت رو کلیک میکنید. اینجا هم نیازی نیست به چیزی دست بزنید، همون سیو رو بزنید خودشون دیگه کارا رو انجام میده. خیلی خوب، صبر میکنیم تا این کانکت بشه. امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. بله، اینو که ببینید یعنی وصل شد. خیلی خوب، من وارد سافت‌ویر میشم. قبل از اینکه ما بخوایم هر کاری انجام بدیم بچه باید ریپازیتوری های سیستم عامل OpenWRT مون رو آپدیت کنیم. همینجا آپدیت لیست رو میزنیم و اینکه تا این آپدیت میشه من بیام اینجا ریپازیتوری که براتون قرار دادم رو یه نگاهی بندازیم. بچه ببینید 3 فایل اینجاست. خب حالا این ریدمی رو کاری نداریم که همین ایناست. ببینید یکیش گوگل وای فای
RGBه که اینو من از قبل براتون کامپایل کردم، همین main.c، اما من کامپایلش کردم که دیگه نیاز نباشه شما GCC نصب کنید. حالا چون همه افرادی که دارن این ویدیو رو میبینن دانش فنی لینوکسی یا چه میدونم برنامه‌نویسی ندارن، میخوام خیلی ساده توضیح بدم. از قبل من همه کار این کردم. خب بعد کنار این دوتا فایل که حالا کامپایل شده و سورس اون کد هست، یه دونه فایل setup.sh گذاشتم که این فایل رو خودتون اجرا میکنید. عین نصب کردن یه برنامه داخل ویندوز، خیلی ساده میتونید نصبش کنید و تموم بشه بره، یعنی براتون کار کنه بدون اینکه یه دونه خط کد بزنید. چیکار میکنیم؟ ما اینجا قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم باید git و git-http رو نصب کنیم که بتونیم این ریپوزیتوری رو دریافت کنیم داخل گوگل روتر. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب نشده. من دوباره مثلا این قسمت ها رو بعد از ویدیو حذف کنم که زیاد طولانی نشه. خیلی خب بچه ببینید الان، یعنی این صفحه رو که ببینید دقیقا باید اینجوری باشه بچه، هیچ پایینش نباید باشه. این صفحه که ببینید یعنی ریپوزیتوریاتون، پکیجاتون همشون آپدیت شده و آماده است که شما هر پکیجی که میخواید رو نصب کنید. خیلی خب من اینجا همونطور که داخل اینجا نگاه کنید ببینید اون آپدیتی که زدیم دقیقاً عین این دستور اولیه که من اینجا قرار دادم براتون. حالا شما همین کارهای آپدیت و نصب این گیت و گیت HTTP رو میتونید از داخل SSH انجام بدید. خب ببینید برای این کار باید IP روترتون رو خب بدونید که مال من اینجا 192.168.1.1. ببینید با یوزر روت، خب شما زمانی که روترتون نوعه هیچ رمزی نداره. حالا بهتر که براش رمز بذاری، کار درست اینه. پیچی با یوزر روت بهش SSH میزنید داخل ترمینال ویندوزتون یا لینوکستون یا هر سیستم عامل دیگه‌ای که دارید. یه ترمینال باز میکنید، SSH میزنید بهش، همینجوری که میبینید SSH یوزرنیم روت @IP اون روترتون اینتر میزنید، یه دونه یس مینویسید و لاگین کردید داخل روترتون. و میایید حالا دونه دونه این دستورات رو میتونید از اینجا کپی کنید و داخل روترتون پیست کنید و خودش انجام میده براتون. حالا ما نیاز به این دوتا داریم، خب گیت و گیت HTTP. میتونیم همین از اینجا کپی کنیم داخل اینجا پیستش کنیم و اینتر رو بزنیم. اما بچه واسه این که من به صورت ویزاردیش هم بهتون نشون بدم، همینجا که اومدید میتونید بنویسید گیت و این قسمت این و این رو باید نصب کنید، یکی این و این رو باید نصب کنید. حالا میتونیم از همینجا بزنیم، این تیک رو میتونید بزنید، میتونید نزنید، فرق نمیکنه. اینستال رو میزنید و خودش شروع میکنه نصب کردن. حالا تفاوتش با داخل ترمینال اینه، اونجا میتونستین دوتا رو همون جوری بهش بدین، اما اینجا دونه دونه باید نصب کنید. حالا فرق زیاد چندانی هم نمیکنه. خیلی خب همونطور که میبینید الان گیت نصب شده. خب ما میتونیم گیت HTTP رو اگه واسه اینکه نشونتون بدم که چطوریه، ببینید حتی تفاوت نمیکنه که اینو برداریم یا بر نداریم. همینجا اینتر رو بزنید خودش شروع میکنه اون یکی هم نصب میکنه. ببینید حتی داره میگه که اینستاله و آپدیت، نیازی نیست که دوباره نصبش کنم. خیلی خوب گیت HTTP رو هم نصب کرد. کاری که ما باید بکنیم بچه ببینید خط به خط همینا رو کپی پیست کنید براتون نصب میشه، زیاد نیاز نیست که کار زیادی انجام بدید. همینجا گیت رو کلون میکنیم. البته بهتون بگم بچه از اینجا به بعد کلون در ریپوزیتوری نیاز دارید که با ترمینال کار کنید، یعنی داخل ویزارد OpenWRT نمیتونید این کارا رو انجام بدید. پیست میکنم همینجا و اینتر رو میزنم. از قبل من این رو دارم، یعنی میگه که از قبل این رو دانلود کردی. بذارید من پاکش کنم که بهتون نشون بدم دقیقا چه اتفاقاتی میافته. ببینید شما میاد این دستور رو کپی میکنید و همینجا پیستش میکنید و اینتر رو میزنید. به همین سادگی اینا رو که ببینید یعنی دانلود شد. اگه یه ls بگیرید، دستور ls بچه ها لیست دایرکتوری ها و
فایل های داخل لینوکس رو به شما نشون میده. میبینید که دانلود شده گوگل وای فای RGB LED. خب دستور cd change directory، یعنی شما عین این که دابل کلیک کنید روی یه دونه فولدر داخل ویندوز. ببخشید بچه من دارم انقدر سطح پایین توضیح میدم واسه اینه که اگه کسی مثلا بلد نیست، یعنی اونقدر دانش فنی نداره، بتونه انجامش بده. cd اسم اون دایرکتوری که داریم رو میزنیم. خیلی خب ما الان وارد اون فولدر یا دایرکتوری شد. اینجا بچه ها ببینید همونجور که میبینید تمام این فایلی که اینجا داریم رو داخل اینجا داریمش. حالا اگه ال رو بزنید میتونید زیر هم ببینیدش که دقیقا همین کاری که ما باید بکنیم. ببینید خط بعدی ما الان cd رو انجام دادیم، یعنی رفتیم داخل اون دایرکتوریه و اما اینجا ما باید یه دسترسی اجرایی به اون فایل اسکریپتی که بنده براتون نوشتم رو یه دسترسی اجرا بهش بدیم، دسترسی اکزیکیوت بهش بدیم. با chmod -x setup.sh در واقع دارم میگم که یه دسترسی اجرایی به این فایل بده. اینتر رو میزنید و به همین سادگی. بعدش هم که داره میگه با شل در واقع همین کامند لاینتون، همون بشتون، حالا اینجا sh میگیم که این فایل setup.sh رو برام اجرا کن. خیلی ساده اینتر میکنید بچه. اینجاست که اسکریپت من اجرا میشه و حالا اینجا دو تا حالت نصب داریم و یه دونه هم که آنیستاله، یعنی میتونید پاکش کنید کاملا از روی روترتون اگر دلتون نخواست یا هر چیزی. یه دونه ایزی اینستاله با تنظیمات بای دیفالت کار میکنه. تنظیمات بای دیفالتش اینجوریه که ساعت 11 میره تو حالت نایت مود، نورش کم میشه و اینکه ساعت 6 صبح هم دوباره برمیگرده تو همون حالت پرنور خودش. حالت ایزی اینستالش این. اما یه حالت دیگه داره به نام کاستوم اینستال. توی این حالت بچه شما نیاز دارید که GCC رو نصب کنید. خب حالا این اسکریپت خودش این کار رو انجام میده، اما حالا شما از قبل نصبش کنید بهتره، ولی به نظرم هم حالت ایزی اینستالش رو نصب کنید کارتون رو راه میندازه، یعنی همون کاری که باید انجام بده رو انجام میده. و اینکه همین شماره عدد 1 رو میزنید و اینتر رو میزنید. این کار که انجام بدید روترتون از همون لحظه که اینتر رو زدید شروع میکنه به حالت RGB کار کردن و همینجوری نورش عوض میشه و شما موفق شدید که RGB تون رو راه بندازید. واسه این قسمتش هم بهتون بگم بچه‌ها، این کدی که به زبان سی من نوشتم براتون توجه کنید، از 3 حالت پشتیبانی میکنه که یکیش حالت اولشه. حالت اول چطوریه؟ اینجوریه که چشمک میزنه، یعنی وقتی یه چشمک میزنه با یک نور مثلا آبی، وقتی خاموش شد روشن شد نورش یه چیز دیگه است. حالت دوم همین حالتیه که بای دیفالت روشه، یعنی بای دیفالت وقتی نصبش میکنید اینجوری روشن میشه. اینجوریه که تون تون رنگاش خودش بدون اینکه خاموش بشه عوض میشه. و حالت دیگه هم که خاموشه دیگه، خودتون میدونید. اگر خواستید مودش رو عوض کنید، خاموشش کنید یا هر چیزی، یکی از اینا رو کپی میکنید، حالا هر کدوم از این مودایی که دوست دارید رو کپی میکنید داخل ترمینالتون، پیست میکنید، اجراش میکنید و تموم شد، مودش تغییر کرد. و واسه پاک کردنش هم همین اسکریپت رو دوباره ران میکنید، همین sh.setup.sh رو ران میکنید، عدد 3 رو میزنید خودش ریمووش میکنه، بعدش یه دونه دستور ریبوت میزنید، ریبوت، و اینتر رو میزنید و تمام دیگه، انگار نه انگار که مثلا این نصب کردید اصلا روش. و بهتون پیشنهاد میکنم بعد از اینکه نصبش کردید، یعنی برای نصب این حالت RGB روی روترتون یه ریبوتش بکنید، اتفاق خاصی هم نمیفته، خوبم هست، بافرش خالی میشه. همین، موفق باشید. امیدوارم که بتونید راحت نصبش بکنید. میتونید به ایمیل من ایمیل بزنید اگه مشکل براتون پیش اومد یا هر چیز دیگه ای. سابسکرایبمون کنید. مرسی.